اگه دوست داری برای تابستونت این دامن شلواری خوشگل رو بدوزی، تا انتهای این ویدیو با من همراه باش. متراژ مورد نیاز 2.5 متر پارچه در عرض 1.5 هستش. اول پارچه‌تون رو دلا و بعد به حالت کله قندی پهن کن. حالا از گوشه کار به اندازه 28 سانتی متر بیاید پایین. این باید بشه دور تا دور کمرتون به اضافه آزادی. حالا قد کارتون هر چقدر که پارچه‌تون جواب میده. حالا از خطی که برای کمر کشیدید قد کار رو هی تکرار کنید. ببینید مثل ویدیو. حالا ببینید از بالای کارتون به اندازه بلندی فاق که میشه 1/4 دوره باسن بیایید پایین، یه 5 سانت هم بیایید بیرون، به حالت اوریب برسونید به کمر. نیازی نیست از کمر کم کنید چون کار کامل داره تو اوریب برش میخوره. کار این شکلی باز کنید. ببینید کمری برش بزنید به اندازه همون کمر شلوارتون، ولی پهناش حدود مثلا 12 سانت باشه. این شکلی تاش بزنید براش و اینو دوخت بزنید مثل لیفه. حالا درز داخلی شلوارم بدوزید. توی پیجم کلی آموزش 3 سوته دارم، حتما بیاید هایلایت ها رو نگاه کنید.